درود میفرستم به بیننده بین‌نهایت عزیز، به کاربران گرامی رادیو آزادی. شعله گل خوجا هستم در روبروی شما و ساعت با وقتی پرگا رسیده است و من آماده هستم که برای شما سرخط خبرهای تاجیکستان و جهان رو برسانم و چون همیشه طوری شما میدونید به دسته ساعت دیگر من بازم شما رو منتظر میشوم در پخش مستقیم و در برنامه خبری رادیو آزادی که در طول 15 دقیقه ما با شما در باره تحولات تاجیکستان و جهان در برنامه صحبت خواهیم کرد. و اما حالا متوجه باشید به سرخطهای خبرهایی که تا حالا در دست ما هست. البته شروع میکنم از سفر تاریخی امالی رحمون پرزیدنت تاجیکستان به ازبکستان. در فرودگاه تاشکند صبح امروز امالی رحمون و هیئت همراهی او را پرزیدنت ازبکستان شوکت میرزیویف و دیگر مقامات آن کشور استقبال کردند. قرار است در جریان این سفر دو روزه چند سند به امضا رسد که همکاری دو کشور را تقویت بخشیده به سطح نو میبرد. خب ما هم این سفر را پیگیری داریم و برابری به دست آمدن خبرهای تازه درباره قراردادهای نو حتما شما را در برنامه خبری و پخش‌های مستقیم دیگر در جریان خواهیم گذاشت. دسترس کردن معلوماتنامه‌های طبی برای والدان خوانندگان صنف یکم مشکل زور شده است. پدر و مادران میگویند به خراجات هر ساله مکتبی باز یک صرف زیادتی پول و سرگردانی ایلوگی زم گردیده است. مالک تشخیصگاه‌های طبی که به کودکان معلوماتنامه طبی را پیشنهاد میکنند شرکتی فراز شده است و اکنون این سند با نرخ بلندتر داده می شود. تفصیلات این موضوع و شکایت والدین را در یک گزارش به شما پیشنهاد میکنیم و البته با توجه به آنکه تعطیل تابستانه به اتمام نرسیده است و موضوع هم در این رابطه داریم. برای یک زمره کودکان که در ولایت ختلان به سر میبرند نه با استراحت بلکه با کار تعطیل پشت سر می شود. این کودکان آرزوهای هم دارند که برخیشان خیلی ساده به نظر می رسد ولی حتی همین آرزوهای کوچک برای این اطفال تا به حال دست نارس باقی مانده است. اگر شما بخواهید از درد دل این کودکان آگاه بشوید پس دعوت میکنیم که ما را در برنامه خبری همراهی نمایید. در دپارتمنت دولتی امریکا گروه کاری خاصی تشکیل می شود که اقدام ها را بر ضد ایران هماهنگ می کند. واشنگتن چند پیش تحریم جمهوری اسلامی ایران را از سر گرفت اما این کشور لغو تحریم ها را امکان پذیر می داند در صورتی که ایران به مذاکرات سازش نوی هسته‌ای حاضر شود. خب تو عید قربان همگی چند روز دیگر باقی مانده است. در پیشروی این عید ازبکستان برای اولین بار تجلیل آن را 3 روز اعلان کرد. در تاجیکستان باشد مقامات گفتند که رید میگذرانند تا اینکه دسترخوان دانه مردم پرشکوه و پرناز و نعمت نباشد. حتی جریمه نیز تعیین کردند 5000 سومانی. اما موضوع بحثی ما دیگر است. در برنامه امروز خواهیم دید که تا کدام اندازه کم شدن درآمد مهاجران در روسیه به بازار چهارهای ذهب در تاجیکستان تاثیر گذاشته است و درباره گاوهای عثمانی هم برای شما میگوییم که در عرفه عید قربان در یکی از محله‌های پاکستان به زمین فرود میآیند. بیننده عزیز چون دیدید خبرهای ما کم نیست و البته خبرهای از این بیشتر هم داریم که تا 3 ساعت دیگر باوری دارم به دست ما خواهند رسید و تفصیلاتش را ما بعدا به شما خواهیم گفت. فراموش نکنید که پخش مستقیم ما در آزادی ویدیو کانال مخصوصی رادیو آزادی پیشنهادی شما می شود. همزمان در وبسایت رادیو آزادی www.azadi.org ما را میتوانید تماشا کنید.